ولایت سوخت که دارای ذخیره‌های بوی طبیعی، زمین‌های حاصلخیز، صنعت پیشرفته و فضای مساعد برای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری میباشد، به یکی از منطقه‌های کلیدی صادرات کننده مال و محصولات تاجیکستان تبدیل یافته است. در گروه مال و محصولات صادرات شونده، حجم زیاد را لباس‌های مقرری و ورزشی، ریسمان پختگی، معدن، سمنت، رنگ‌های ساختمانی، پروفیل‌های آلومینی و پلاستیکی، ماتریال‌های گوناگون، بازیچه‌های کودکانه، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، کنسروی میوه و سبزیجات و میوه خشک کارکرد و بندوبست شده در بر می‌گیرد. اینک در سال روان مرحله نوی صادرات محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات بروقتی هم آغاز گردید. جهت تقویت این روند در منطقه شفت راه آهن نوحی جبور رسولوف 8 مرکز صادرات محصولات کشاورزی تشکیل گردیده است و همه روزه از اینجا به خارج کشور طریق راه آهن و ماشین‌های کلان حجم پیاز بروقتی انتقال داده می شود. برای اجرای کارها به مانند سرکنی، بندوبست محصولات و پر کردن واگن‌ها شماره زیادی ساکنان ناحیه به شغل و معاش خوب تامین گردیده، برای صاحبکاران و تاجران شرایط مساعد فراهم آورده شده است. صادرات پیاز بروقتی از این منطقه از 20 اپریل آغاز گردیده، به تاکید صاحبکاران روز تا روز طلبات به پیاز و دیگر نماد محصولات کشاورزی تاجیکستان در خارج مملکت زیاد می‌گردد. برای انتقال سری وقتی پیاز از جمله جهت به رسمیت درآوری محصولات صادرات شونده، سهم کارمندان منطقه گمرک در ناحیه جبور رسولوف نظررس است. با تاکید کشاورزان و صاحبکاران امسال حاصل پیاز فراوان است و طلبگاران این نماد محصولات در خارج کشور نیز زیاد میباشد. طبق معلومات در دوام 15 روز اخیر تنها از منطقه گمرک در ناحیه جبور رسولوف به خارج مملکت 3757 تن پیاز بروقتی صادرات کرده شده است. در حال حاضر پیاز بروقتی برای صادرات به خارج کشور از ولایت ختلان آورده می شود. صادرات پیاز از 20 اپریل سال 2025 آغاز شد. در اینجا انبار جبور رسولوف که قرار داریم تمام شرایط ها و ما مهیا شده است. ما همه روزه طریقه واگن و واسطه نقلیات با فدراسیون روسیه صادرات کرده ایستادیم. امسال حاصلناکی پیاز در تاجیکستان خیلی خوب است. در این انبار زیاده از 300 نفر زنها کار میکنن، بندوبست میکنن. هر روزه کارشون کتی معین ما مبلغ گذاری میکنیم. همه پیازهایی که ما از دهقانان میخریم در اینجا فراوردت بندوبست کرده و سورت ها جدا کرده، همه بهترینش را به خارج کشور روان میکنیم. دوام 2 سال اخیر حجم صادرات میوه از جمله زردآلوی پیشپز زیاد شده است. همه ساله در برابر تامین بازار داخلی حجم معینی حاصل بوغات زردآلوی شهر ناحیه‌های اشت، کنی بادام و باباجان غفوروف در شکل تر و تازه با بندوبست مطابق به خارج کشور صادرات کرده می شود. امسال کشاورزان باغ ملی وحدت نقشه دارند که حاصل 5 گکتار باغ زردآلوی نوی مگدور را به خارج کشور صادرات نمایند. خواجگیداران باغ ملی وحدت روزهای نزدیک به جمع‌آوری گیلاس هم شروع می‌کنند. مساحت باغ گیلاس در این منطقه زیاده از 5 گکتار را تشکیل می‌دهد. در ولایت سوخت در دوام 4 ماه سپریشته سال روان حجم صادرات میوه خشک، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، افشوره و مربا و دیگر نماد کنسروی میوه و سبزیجات نیز افزایش یافته است. در این دوره شرکت‌های استحصالی آب زلال، سردریا، سوپ وطن، اسفرافود، برکت اسفره و ده‌ها کارخانه کارگاه‌های دیگر در اساس طلبات بازار منطقه و جهان حجم صادرات میوه خشک کارکرد شده، کنسروی میوه و سبزیجات و آب‌های رنگی تشنه‌شکن را زیاد نمودند.